درود بر شما همراهان همیشگی پارسیان. خیلی خوشحالم که با یه پانورامای دیگه در خدمت شما هستم. امروز مردی مقابل من نشسته که به واقع و به معنای واقعی کلمه مردی از جنس تلاشه، کسی که با دست خالی مهاجرت کرد و میتونیم بگیم یک امپراتوری ساخت، چرا که اسم برندش هم امپراتوریه. امروز با بهروز خبازی گفتگو میکنم. بسیار بسیار خوشحالم که امروز مقابل شما نشستم. قبل از هر چیزی منم خدمت شما سلام میکنم و همینطور بینندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. ایرانیای کانادا میشناسن بهروز خبازی رو و برند پرژن امپایر که حالا چندین و چند برند داره که فکر کنم یکی از معروف ترینش همون برند عرقسگی معروف خودمون باشه. خب قبل از که بریم سراغ بحثمون دارم میخواد که از پیشینتون، از اینکه کلا کی وارد کانادا شدید، چی شد که اومدید، چند سالتون بود، اینا رو برای ما تعریف کنید، چون میدونم که خیلی داستان جذابی داره. و اگه بخوام همه رو تعریف کنم خیلی طول میکشه، ولی خب خیلی مختصر و مفید به شما بگم که من الان در حدود تقریبا 40 سال کانادا و توی سن 16-17 سالگی اومدم کانادا. خیلی جوان بودم و همینطور که اون موقع جنگ ایران عراق بود و این چیزا، خیلی ها مجبور شدن مهاجرت کنن. منم توی اون زمان کلا خانوادگی تصمیم گرفتیم که مهاجرت کنیم و کانادا رو انتخاب کردم، چون که چیزایی که شنیده بودم در رابطه‌اش، کشور خیلی خوبی هست و امکانات زیادی داره برای مهاجرایی که میان اینجا و کلا یک مسیر پرتلاطمی طی کردم تا رسیدم کانادا. حالا از کجا شروع کنم؟ یعنی از ایران مستقیم به کانادا نیومدید؟ نه. شما اهل شیراز هستید؟ بله من شیرازی هستم. بله. شما حالا قبل از که بریم سراغ مهاجرتتون، آخرین تصویری که از شیراز دارید و یادتونه؟ خیلی خوب یادمه، چون که میدونستم که دارم میام و اون 1-2 هفته آخر رو سعی کردم که تمام شیراز رو پیاده بگردم. اگه خاطرتون باشه یا الان هست دیگه، مثلا ما تو شیراز 4-5 تا بازار داریم که تو در تو هستن و هم دیگه ارتباط. میونه کلامتون هنوز نرفتین؟ از زمانی که اومدین دیگه نرفتین شیراز؟ یعنی 40 سال شیراز برنگشتین؟ دقیقاً. تمام تصویرایی که تو ذهنم هست همش مال همون 40 سال پیش هست و اون خاطره‌ای که توی اون 1-2 هفته آخر ساختم توی ذهنم باعث شد که به من خیلی امید بده، خیلی چیزایی رو که میدونستم که وقتی ترک میکنم اون شهر رو یا اون کشور رو شاید دیگه نبینم توی زندگی و به خاطر همون اون بازارا رو دونه به دونه اون جایی که میخواستم برم و دیدم. غذایی که توی بازار میفروختن، از اون چلو کبابش رو بگی که مثلا طبقه بالا بود، بایستی دولا میرفتی رو میز میشنسی، غذا رو میبردم بالا برات، اونا رو ترای کردم، مثلا خوردم. بازار مسگرهای شیراز رو رفتم، اون صدای دیلینگ مسگرها که مثلا اون قابلمه ها اون دیگا رو میساختن، اینا هنوز توی ذهنم هست و هنوز برای من یه چیز تازه است، یه چیزیه که اکسپریانسش رو هیچ جای دنیا نکردم. من خیلی کشورهای زیادی رو میرم مسافرت میکنم، ولی هنوز اون خاطره 1-2 هفته آخر من مثل یک مهری شد، حک کردی توی قلب و روحت. دقیقاً. یعنی موند اون توی من که هنوز وقتی که صحبت میکنم در رابطه‌اش فکر میکنم یه چیزی بود که دیروز اتفاق افتاده برام. به این شکل خیلی جالبه هنوز بعد از 40 سال در مورد شیراز حرف میزنی، واقعا چشمات میخنده. اینو حقیقت میگم، یعنی یک برقی توی چشمات میاد، یعنی هنوز یک عشقی تو چشمات، هنوز عاشق شیرازی. شیراز یک شهری بود اون موقعی که ما زندگی میکردیم، اکثرا همدیگه رو میشناختیم،
محله به محله بود و میدونستیم اگه یک نفر از یه محله دیگه میاد توی محله دیگه این مثلا حالت غریبه است یا مثلا مهمون هست. در نتیجه اون مهمون نوازی شیرازی ها باعث میشد که اون قلب ها رو به هم دیگه چی بزنه؟ پیوند بزنه. و من یادمه یه بار خیلی کوچیک بودم، فکر کنم که دبستان بودم، حالا نمیدونم سوم چهارم دبستان بودم، خارجی ها خیلی میمدن شیراز، به خصوص از آلمان و از اروپا میمدن اونجا. شیرازی ها یه محبت خاصی داشتن در رابطه با این توریستایی که میمدن و توریستا فوق‌العاده احساس امنیت میکردن و میمدن تو خونه ما میخوابیدن، میموندن به جای برن هتل. و ما هم، من یادم یه آلمانی اومده بود خونه ما و اینقدر ازش پذیرایی کردیم، اینقدر به اصطلاح بهش رسیدیم که اصلا اون آلمانیه گیج شده بود دیگه، دلش نمیخواست بره، اصلا نمیدونست که مثلا چرا ما داریم این کارا رو میکنیم. که بعد ما توضیح میدادیم که ما شیرازی‌ها مهمون نواز هستیم و خیلی دوست داریم مهمونی که میاد تو خونمون نهایت رو براش بذاریم که بتونه احساس راحتی بکنه، چون میدونیم شما از کشورتون خیلی دور هستید، اومدید اینجا با یک خاطره خوب و خاطره‌ای که همیشه باتون بمونه برید از شیراز. از اون دوره همی، چون شیرازی‌ها کلا به اون دوره همی‌ها و باغ و اینا خیلی معروفن، از اونها هنوز خاطره‌ای داری؟ آره، ما مثلا همیشه جمعه ها میرفتیم بلوار ارم بود. آره خاطرم نیست اسم زیاد. میرفتیم اونجا و اون موقع من عاشق موتور بودم، یه موتورسیکل یاماهای 80 داشتم، اینا تازه تک چرخ زدن یاد گرفته بودم، تک چرخ میزدیم و یه خورده خودمون نشون میدادیم جلو این دخترای محلمون و این چیزا. خلاصه شبم اونجا 20 نفر 30 نفر از همسایه‌ها، خانواده یا دوستان غذا رو هم اونجا توی بولوار درست میکردن و میخوردیم و همچین لحظه هایی شما خارج از ایران نمیبینی. صفایی که داشت، از اون صفا داشت، اون با وجود تمام گرفتاری هایی که اون موقع بود، اون زمان جنگ بود، خیلی بغرنج بود زندگی، ولی اون همون جمعه که میرفتیم توی چمنا پتو مینداختیم، میشنستیم، دوتا بسلا آهنگ میخوندیم، میذاشتیم، حال میکردیم. اون اصلا روحیه همه ما رو خیلی... خب چی شد که تصمیم گرفتی از ایران بیای؟ خب تصمیم خانواده بود یا تصمیم؟ در واقع اون زمان یک زمانی بود که ایران به یک نقطه‌ای رسیده بود که اون ثبات کشوری رو از دست داده بود، چون بی خود ما وارد یه جنگی شدیم که اصلا نیازی نبود وارد اون جنگ شد. بی خود به خاطر قدرت و به خاطر مسائل‌های سیاسی که به اصطلاح بوده اینا، اون اعدامایی که میشد، اون بگیریایی که بود، اون سرباز بگیریایی که مثلا بی دلیل میشد و این چیزا، بچهای جوون رو میفرستادن جبهه بدون اینکه درست تعلیم دیده باشن، باعث شده بود که وضعیت جامعه خیلی به هم بخوره و هیچ آینده‌ای رو من ندیدم برای خودم اونجا. یک آینده نامعلومی بود. نامعلوم بود و اون استدلالایی که شما، هر کسی توی هر سنی که هست یک آرزوهایی داره، یک برنامه‌ریزیایی میکنی که شما به اون آرزوها برسی. تمام اون آرزوها مرده بود. بله. توی کشور خودمون. در نتیجه ما بایستی تصمیم میگرفتیم که یه جای دیگه‌ای که امن باشه، لااقل از لحاظ جانی، از لحاظ مثلا اقتصادی یا هر چیزی که چیز هست، امن باشه که ما بتونیم اون آینده‌مون رو پایه‌ریزی بکنیم. فکر کنم یه مقدار دیگه میموندی دیگه ممنوع خروج میشدی دیگه، سرباز میشدی دیگه. دقیقاً. من مشمول بودم اونجا و فوتبالم خیلی بازی میکردم اونجا، با توی تیم جوانان برق شیراز بودم اونجا
که هم دوره افشین پیروانی هستم اونجا که با هم دیگه بازی میکردیم توی تیم نوجوانان و جوانان برق شیراز که تمام عشق و امید من همون رفتن سر زمین بود و با دوستامون فوتبال بازی کردن و چون هیچ تفریح دیگه‌ای نبود اون موقع به جز این که ما بریم اونجا سر زمین که ورزش کنیم، یه خورده مغزمون رو استراحت بدیم. درسته. خب این مسیری که از ایران اومدی بیرون تا به کانادا رسیدی مسیر طولانی بود، خیلی پرچالش بود. مسیرش در واقع زیاد طولانی نبود، 6 ماه تا 7 ماه طول کشید یا زیر 1 سال طول کشید، ولی اون اتفاقاتی که برای من افتاد توی اون مدت برای یه شخص، مثلا برای منی که 16 سال 17 سالم بیشتر نبود، خیلی جوان بودم، تجربه کردنش خیلی بغرنج بود. جوری که از زاهدان، اصلا از شیراز پرواز مستقیم به زاهدان ما نداشتیم اون موقع. باستی میمدیم از شیراز میمدیم تهران، از تهران میرفتیم زاهدان و اون موقع ما 3 نفر بودیم که میخواستیم از ایران بزنیم بیرون، از مرز مثل همون زاهدان به افغانستان پاکستان اینا. آره که اون 2 نفر دیگه‌ای که بچهای هم محلیمون بودن اینا با من اومدن، اونام همسن خودم بودن. اینا هیچ تجربه خاص زندگی تنهایی رو نداشتیم، هیچ تجربه این که مثلا الان مثلا ما غذا نداشته باشیم بخوریم نداشتیم، چون فقط هدفمون این بود که از ایران بزنیم بیرون. با اون هدف اومدیم جلو. بعد وقتی که رسیدیم زاهدان، اون قاچاقچیایی که بودن اینا، حالا یه اتفاقات خیلی بغرنجی هم تو این از فرودگاه تا این خونه این قاچاقچی‌ها برای یکی از بچه‌ها افتاد که نمیدونم چقدر میتونیم صحبت بکنیم. هر چقدر که راحت. آره مثلا من از همون شیراز که خواستم بیام بیرون سعی کردم یه تیپ دانشجویی بزنم به خودم. بعد نمیدونم یادتون یه پیرنایی بود، پت بود اسمش، مثلا PET بود که بیشتر آبادانیا و خوزستانیا میگرفتن چون از اونورا میمد، از مثلا دبی و از کویت اینا اون برنده میمد اینا. من یکی از اون پیرنا رو داشتم و یقه بالاش هم حتی دکمه بالا رو هم بسته بودم و انداختم روی شلوارم و با یه کتابی که اصلا تا آخرین لحظه من نمیدونستم این کتاب آلمانیه، فکر کردم انگلیسیه چون چیز بود. بعد اینو گرفتم و با یه ساک مثل ساک ورزشی، فقط توی ساکه تقریبا فکر کنم 50,000 تومان ایران اون موقع من جاسازی کرده بودم اونجا. یه تیپ کاملا دانشجویی من زدم و اومدیم از شیراز به تهران، هیچ مسئله نداشتیم. از تهران که اومدیم زاهدان، از همون بالا که مثلا هواپیما داشت مثلا میمد که بشینه و اینا، من دیدم نزدیک تقریبا 500-600 نفر سرباز اومدن توی باند فرودگاه، اونجایی که پلکان هواپیما میخوان چیز کنن. اونجا بود که یه مقداری مثلا حساسیت این مسئله رو مثلا من متوجه شدم. بعد یکی از همون دوستام که با ما اومده بود، من بهش گفته بودم ببین پسر خوب، لباس مثلا کفش سفید و شلوار سفید و کمربند سفید خوب نیست، شما مثلا بیایی میخوای برین تو چشم میخوری، این کارو نکنی، این چیزا. این گوش نداد به حرف من. یعنی همون تیپی که ما میرفتیم سر خیابونه مثلا دختر بازی بکنیم اون موقع، همون جوری مثلا این اومده بود اینا. بعد دیپلم گرفته بود، اون تازه ترجمه کرده بود و به انگلیسی، و بعد یه دست لباس افغانی هم گذاشته بود توی مثلا اون ساکش و این چیزا، یعنی مشخص بود، یعنی چیز بود اینا. پلکان هواپیما رو که بحث کردن که بیایم پایین، من اومدم پایین، این کتابم زیر بغلم بود و اصلا انگار اینا همه کور بودن، اصلا من ندیدن، انگار یه روبنده گذاشتن رو چشمای اینا. هیچ کس من اصلا سوالم نکرد. اومدم بین این دوتا خط، این سرباز نبودن، بسیجی مانند بودن اینا، رد شدم و تا اینکه اون دومین دوستم هم خیلی سنه، اون فکر کنم 14 یا 15 سالش بود، اون با باباش اومده بود، اونم اومد بسلا چون خیلی سنش قشنگ مشخص بود کمون. ولی اون سومیه تا اومد فقط آخرین پله
چیزو گذاشت روی باش گذاشت زمین گرفتنش. گفتم آقا برو پشت برو پشت، یعنی این لاین خطی که این چیزا بود. تا 3 روز ما هیچ خبری نداشتیم از این، تا 3 روز خبری نداشتیم و بعد یه مقداری قاچاقچی‌ها هم مثلا ترسیده بودن که نکنه مثلا آدرسی چیزی بده، مثلا بیان سراغ ما، جامون رو هی عوض کردن از این خونه به اون خونه، تا اینکه بعد 3 روز از شیراز به ما تماس گرفتن و گفتن که بهرام، اسمش بهرام، گفتن بهرام توی یکی از کوچه های مثلا فلان جای محل زاهدان و اینا یه بقالی زنگ زده که بیاد این مثلا اینجا نشسته توی آفتاب و فلان اینا دیگه. خلاصه یه جوری حالا اونایی که مثلا داشتن کارهای ما رو انجام میدادن رفتن بهرامو پیدا کردن، بعد بردنش یه جای خونه دیگه و بعد دیدن همه چی اوکی، کسی دنبالش نیست اینا، آوردنش پیش من، ما که اون تو اون خونه بودیم. این میگه من میخوام برگردم شیراز، من نمیخوام برم خارج. گفتم چرا این همه چیز شده فلان؟ گفت نه من کلی کتک زدن و به اصطلاح گفتن که یه چیزایی رو امضا بکنم که من با مثلا این گروه هم با اون گروه هستم و این چیزا، و دیپلمم هم دیده بودن که به اصطلاح ترجمه است و لباس به اصطلاح پاکستانی افغانی هم دیدن که یعنی چیز کردن اینا. و من گفتن اگه لب مرز جایی ما ببینیم همونجا ادامه صحرایی میکنیم و این چیزا، یعنی دیگه ترسونده بودنش، خیلی ترسیده بود. بعد با گلو اینو بلند کرده بودن زده بودن به دیوار، یعنی وقتی آب میخورد این قشنگ این قضروف نمیدونم این چیزای گلو رو قشنگ میدیدیم اینجوری به اصطلاح موو میکنه اصلا وقتی آب میخوره، که خلاصه خیلی ترسیده بود. بعد من سعی کردم بهش رویی بدم، گفتم تو کتکت خوردی، این همه سختی رو کشیدی، فقط باید مرز رو پس بکنیم اینا دیگه. راضیش کردم که بیاد، بابا و مامانش هم با تلفن اینا اومدن مثلا باش صحبت کردن، گفتن تا این مرحله رفتی برو اینا. خلاصه تا رفتیم، یهو 2 روز بعد، اول قبل از این که بگم پلن ریزی کردن که ما رو بسلا بیارن سوار این کامیون بکنن که نه کامیون، از این وانت بارای نیسانا بود توی ایران اینا، که ببرن مثلا مرز رو پس بکنیم. شب قبلش به ما 2 شب قبلش به ما لباسای نوع مثلا افغانی و مثلا چیز پاکستانی دادن. بعد من نگاه کردم دیدم جنس این پارچه پلاستیکه، پلیستره. بعد توی گرمای زاهدان و تو اون کویری که ما داریم میریم اینا اصلا داغون میشیم اینو چیز بکنیم. یه پسر افغانی بود، هم اندام من بود، یعنی هم کل من بود اینا. بعد یه لباسی داشت نخی بود، بعد خیلی سوراخ پوراخ بود، همه سر زانوش پاره بود نمیدونم فلان اینا. بعد بهش گفتم ببین من این لباسمو به تو میدم، تو برو همین لباسی که تنته رو بشور و بیارش بده به من. بعد گفتم این دیوونه شده، لباس نوش داره به من میده و لباس کنه من، اگه رئیس بفهمه منو میزنه، فکر میکنه من ازت برداشتم. گفتم نه من با رئیس صحبت میکنم، من لباس تو رو میخوام که بسلا چیز باشونه. پسرم خیلی خوشحال شد و رفت لباسشو شست و اتو کرد و آورد به من داد. من به این 2 تا دوستم گفتم شما هم همین کارو بکنین، ببینین لباس دیگه داره چون این لباسه. اونا گفتن نه بابا خیلی خوشگله و خیلی خوش تیپه و این چیزا. حرف منو قبول نکردن اون لحظه، تا اینکه ساعت 2 یادم نمیاد، ساعت 2 بعد از ظهر روز روشن اومدن دنبال ما، گفتن بپرید با همین لباسای مثلا این محلی اونجا، بپریم پشت وانت بار و ما رو میخوام ببرن از مرز بشیم. خلاصه ما رو بردن در حدود فکر کنم مثلا نمیدونم 45 دقیقه 1 ساعت بود توی جاده آسفالته اتوبان دیگه. من دیدم نوشته دارید به مرز ایران میرسید، مرز ایران و پاکستان. بعد اینا میخوان ما رو از مرز قانونی ببرن یا میخوان از تو این کوه و کویر اینا ببرن. یهو مثلا مسیر رو کج کردن و انداختن توی جاده خاکی که از اونجا
از توی هواپیما من دیدم مثلا توی این کویره جاده‌ای بود مارپیچه بود. من فکر کردم مثلا برای بارونای بهاره یا بارونای فصلی که میاد اینا جای آبه، ولی در واقع هر قاچاقچی یه جاده‌ای داشت برای خودش که مشخص اختصاصی خودش داشت. بعد دیگه نگو که اینا داشتن یکی از اون جاده‌ها و اینا انداختن تو این جاده دیگه رفتن مثلا با سرعت دیگه 120 140 میرفتن و تو این جاده تا اینکه دیگه داشت هوا گرگومیش میشد اینا، یعنی هنوز روشن بود هوا اینا. من فکر کردم اینا مثلا رادیو ضبطشون روشن کرده بودن، داشتن آهنگ هندی گوش میدادن بلند و اینا، جلو ما هم عقب بودیم اینا. من فکر کردم بیاد تو پاکستانی که اینا اینقدر خوشحالن اینا، نگویی که هنوز ما تو ایران بودیم. بعد یهو یه ماشینی رو من دیدم از فور ویل درایو بود، کمیته یا سوار میشدن اون موقع ها، ماشین اینقدر بود یعنی خیلی دور بود با ما. بعد من دیدمش و از اون پشت زدم پشت شیشه به راننده گفتم نگاه کن اون ماشین مثلا گشت و فلانا. یهو استاپ کرد، وقتی استاپ کرد ترمز زد، یهو این خاکای چیز اصلا ما رو واقعا مثلا یه نیسان کوچیک مثلا بود اصلا حسابی همه جا نشون داد اینا. اونا هم استاپ کردن، قشنگ دیدیم نگاه همدیگه مثلا دوتامون همدیگه رو مثلا چیز کردیم. یهو دیدم خاک پشت این مثلا تایرای اون اصلا بلند داره میشه، یعنی اینکه تخت گاز داره میاد به طرف ما، که اینا اون موقع داشتن با سرعت 140 کیلومتر میرفتن، 120 140. بعد سرعت رو آوردن پایین‌تر ولی مسیر رو عوض کردن و رفتیم مثلا در حدود یه 25 دقیقه 30 دقیقه اینا همینجوری پشت سر ما میمدن. این سرعتش مثلا رسونده بود روی 60 ولی اونا داشتن همینجوری میمدن. یهو یه دریاچه فصلی جلو ما سبز شد توی اون راهی که داشتن میرفتن. بعد این با وانته اینجوری یعنی 45 درجه دور این دریاچه رفت، ولی با سرعت چقدر؟ با سرعت 50 60. اونا بچهای اون محل نبودن، اون مثلا ارتشی نبودن، کمیته یا سپاه بودن اینا. اونا نمیدونستن که بایستی اینجا یواش برن. اونا با همون سرعت که اومدن یهو چپ کردن و یعنی اینقدر نزدیک شده بودن که حتی من میدیدم که کلاه ندارن و اسلحه دارن. اسلحه 4 نفر بودن توی ماشینشون. بعد چپ کردند و مثلا من دیدم این انداخت توی یه صخره‌ای بود، 2 تا کوه، صخره و سنگ و این چیزا. از این سنگا با این توییتاه رفت بالا و اصلا اگزوز کنده شد فلان شد اینا و دیگه هوا تاریک داشت میشد، یعنی دیگه همدیگه رو درست مثلا زیاد دور نمیتونستیم نگاه کنیم اینا ببینیم. بعد ما رو گذاشتن توی یه حالت غار مانندی بود اونجا که یه جای کوچولویی بود اینا. خودشون 2 نفر، اون راننده با اون راهیاب یا هر چیزی بود، رفتن پایین و به ما گفتن که شما از اینجا تکون نخورید تا ما میایم سراغتون. بعد یک تقریبا یه نیم ساعتی دیدیم با چراغ قوه اومدن و یه نفر دیگه هم باهاشون اینا که خیلی ترسیم، فکر کردیم مثلا نیروی انتظامی اینا، ولی خودشون بودن اینا. گفتن بیاید بریم پایین و دیگه ما رو بردن پایین. نگو که اون پایینه یه حالت از این یک لاغ قشلاق میگن چی میگن، از این خونهایی که مثلا سقف نداره ولی دورش مثلا با کاگل درست کردن که اینا فصلی مثلا از یه جا به یه جای دیگه میرن، اونایی که دامداری دارن اینا. بعد ما رو بردن تو یکی از همون خونهایی که اینجوری بود و خیلی تشنمون بود. و چند نفر بودین؟ 3 نفر بودیم، همون 3 تا بودیم. آره که حالا وقتی اینا گذاشتن دنبال ما توی این مثلا جریان، دوستم بهرام که مثلا کتک خورده بود اینا میگه من بپرم پایین، اون یکی هم میگه منم میپرم پایین. گفتم ببین اگه از الان بپری پایین راحت اونا میگیرنتون، لااقل ما داریم توی حرکتیم، اینا راه رو بلدن، یه اتفاق فوقش ماکسیمم هممون میگیرن با هم دیگه. بعد بهرام دهنش قفل شده بود از ترس، یعنی مثلا دیگه نمیتونست اصلا دیگه صحبت بکنه. بهرام بنده خدا داستانی داشت. آره واقعا این بهرام من مجبور شدم مثلا اینجوری بگیرمش با
با وجود خودم میترسیدم تو اون چیز، ولی محکم نشونده بودمش ته این مثلا نیسان باره یا هر چیزی که بود اینا ماشینه، که فقط این خودشو نندازه پایین و بهش میگفتم درست میشه نگران نباش بعد اونم که مثلا خیلی مثلا جوان‌تر از هممون بود اینا میگم نه میپرم پایین بابام کار ما رو راه میندازه فلان اینا. گفتم نه. خلاصه ما رو بردن تو این خونهه که خیلی دیگه تاریک شده بود اینا. بعد برای ما آب بردن، آب خنک بود، خیلی آب گوارایی بود به قول معروف. بعد یه غذای دال عدس بود، نمیدونم یه دال بود اینا، اونم بهمون دادن، خیلی گرسنمون بود خوردیم اینا. از این چراغای پمپ میزنن، از این چراغا داشتن اینا. بعد گفتم بخوابید، صبح ساعت قبل از اینکه روشن بشه میایم در اتاقتون میبرمتون. من که نتونستم بخوابم از استرسی که داشتم، ولی اونا اصلا مثل اینکه قرص خواب خورده بودن خوابیدن. و بعد همین تا چشمم گرم شد یودم یه چیزی افتاد روی پام. بعد از ترس شوتش کردم بالا، نگو موش بودن، از این موشای صحرایی رفته بودن توی این سقف این پارچه‌ای، باد اومده بود یکیش افتاد پایین روی پای من که شوت کردم 4-5 تا دیگه افتادم پایین روی این بچه‌ام بسا ترسیده بودن، بیدار شد گفتن نه موشه اینا. خلاصه این چیز بود و این یهو اومدن دم در، چون دیدن ما یه خورده داریم مثلا بلند صحبت میکنیم اینا، گفتم اوکی بلند شید بریم اینجا و اینا. دیگه افتادیم به حرکت و دیگه رفتیم. جاهایی رو دیدم که مثلا آب و هواش واقعا خیلی عالی شد. یهو اونجا رودخونه‌ای بود که عمق نداشت ولی آبش واقعا آب تمیزی بود، یعنی اینا میخوردن توی مثلا چیز اینا. بعد که یه مقداری چون خیلی خاکی شده بودیم اینا، سعی کردیم خودمون رو یه خورده تمیز اینا بکنیم اینا توی اون مثلا آب و اینا. من دیگه گفتم خب دیگه اینجا دارن راحت راه میرن و مثلا داریم رانندگی میکنیم، یعنی دیگه اینجا پاکستانه. گفت نه هنوز تو ایرانی. تا اینکه ما رو رسوندن یه کلبه مانند بود، یه خونه از این کاگلیایی بود که ما رو رسوندن اونجا. گفتن قرارداد ما با قاچاقچی شما اینه که ما فقط شما رو برسونیم اینجا پیش این 2 نفر. 2 تا افغانی بودن که فارسی بلد نبودن اصلا، با اسلحه هم بودن، یعنی با اسلحه اومدن بسلا جلو ما و این چیزا. بعد اونم صحبت کرد و گفتن اوکی و ما رو گذاشتن پیش این 2 تا افغانیه. رفتن و اینا فارسی بلد نبودن، با زبان اشاره با همه هر جوری که بود گفتیم گرسنمونه. بعد همون باز دال رو درست کردن مثل این غذای محلی، اونا فقط دال بود و اینا. با نونم که درست میکردن مثلا خودشون خمیر درست میکردن اینا برای که بچسبه به اون تنوره. یه ریز دستشون میزدن تو خاک، به جای آرد خاک میزدن نمیدونم چرا. بعد خب گفتیم آب و اینا. آب یه چای داشتن اونا که یه حالت دولاب میگن، نمیدونم چی میگن، از این چیزای با نمیدونم چی جوری مینداختن توی مثلا چاهه، بعد اینجوری پر میدادن میمد بالا، بعد میریختن توی مثلا چی دلو آره نمیدونم چی میگم، ما شیراز میگیم دولاب، نمیدونم آره چی داره. بعد از این پلاستیکیا با تایر با تیوب ماشین درست آره مینداختن توی چاه، بعد میکشیدن بالا. بعد من نگاه کردم گفتم اصلا امکان نداره من این آب رو بخورم، چون اینجا مریض بشیم دیگه اصلا باویلاس. اینجا یه کاپشن با خودم آورده بودم، با وجودی که این همه میدونستم دارم میام توی گرما و فلانه. یه کاپشن داداشم از هند برام آورده بود، خیلی دوست داشتم، به عنوان سووینیر با خودم آورده بودم، به عنوان یه چیزی که همراهم باشه اینا. خیلی دوستش داشتم. کاپشن کلوفت بود و این چیزا. من کاری که کردم این کاپشن رو به عنوان فیلتر استفاده کردم، فیلتر آب. که آبو که از این مثلا همون چیزی که شما میگید میریختم توی دلو میریختم توی این کاپشنه، فشار می حالت فیلتری. مثلا من چیکار میکردم که تمام سدمنت، تمام اون چیزای آبو میگرفتم، بعد میدونستم کاپشنم هم خیلی تمیز و اینا، و بعدش هم میگفتم حتما ما باید چایی بخوریم، آب مستقیم نخوریم، آب بجوشه که آره بجوشه و اینا. بعد به اضافه این که
یاد گرفته بودم اونجا چون ما خیلی وقت تو بیزینس هستیم، بیزینس مواد غذایی در حدود 125 سال خانوادگی. خانوادگی که من 4مین جنریشن هستم، نسلی هستم که توی مواد غذایی ادامه دادم. میدونستم که هر وقت که تو تابستونا میشد مثلا پدرم میگفتش که چایی بخور، میگفتم آب میخوام، میگفت نه چایی بخور. چرا؟ چون دمای بدنمو مثلا با بیرون چیز میکرد و احساس تشنگی کمتر میکردیم. منم به اینا طبق اون چیزی که یاد گرفته بودم میگفتم این کارو بکنیم. اینا که شروع شد به کامپلین شدن، شکایت از لباساشون همه چی بود؟ پلیستر بود و صبح که اونجا مثلا آفتاب میزد فوق‌العاده گرم بود و این پلیسترها چی بود؟ اصلا اذیت میکرد، همه خیلی داغ بود اینا. بعد که من بهشون گفتم دیدی من گفتم باید لباستون چیز کنینا، تا اینکه یکی از همین دوستامون مجید که از همون جوان‌تر بود لباس بالاشو در آورد اینا. خب این دو نفرم مثلا تا حالا هیچ زنی یا هیچ چیزی رو ندیده بودن توی نمیدونم چیزشون، اینم توی زندگیشون. مجیدم اصلا خیلی جوان، اصلا نه مویی داشت نه چیزی داشت، خیلی مسئله بسلا خطرناکی بود، آلرتینگ متوجه. بعد بهش گفتم مجید لباستو بپوشین، و نه گرمم و این چیزا. بعد من میدیدم اینا بدجور نگاه میکنن، یه با خواهش و تمنا و این چیزا هر جوری شد بسلا من اینو بسلا قانع کردم لباسشو بپوشه و اینا. بعد نمیدونستم کجاییم، ولی میدونستم ایران نیستیم اونجا، چون هیچ کس به ما نگفته بود، نه اینا زبون ما رو بلد بودن اینا. ولی فهمیدم که یک نقطه است که اینا به یه مغازه اکسس دارن، یه مغازه که بایستی 5 کیلومتر راه برن با همون زبون که مثلا نمیفهمیدیم همدیگه رو. بعد بهشون گفتم که من 1000 تا یه تومانی اون موقعی بهتون میدم، چون نمیخواستم نشون بدم پولم داریم با خودمون، برو هر چیزی که تو مغازه هست برای ما بخر. بعد میگفت چیه اینا؟ گفتم مثلا نوشابه چیه؟ گفتم کوکاکولا، بگو کوکاکولا، بگو نمیدونم پوتیبور فلان اینا. آره. بعد دیگه یهو دیدیم این صبح رفت طرفای مثلا عصر با 2-3 تا پلاستیک اومد، این یکی از همین کسایی که اونجا بودن اینا. بعد دیدم کوکاکولا گرفته، پوتیبور گرفته و اینا و چند تا چیزایی مثلا بیسکویتای دیگه هم بود گرفته بود. اینقدر خوشحال شدیم که مثلا چندین روز ما این دالو خوردیم، این چیزا لااقل یه چیز دیفرنتی متفاوتی بخوریم. تا اینکه من یه کوکاکولا رو بسلا تعارف کردم به خودشون، به این 2 نفر. اصلا نگاهش میکردن تا حالا تو عمرشون کوکاکولا نخورده بودن این 2 نفر. وقتی خوردن عشق کردن، واقعا عشق کردن و این باعث شد که ما یه حالت رابطه دوستانه رفیق بشیم. نه که رفیقی که چیز باشه، ولی حالت اون باوندریا رو بسلا از بین ببریم، اون مانایی که داشت نزدیک بشیم به هم دیگه. اینا که من دیدم اینا علاقه دارن به قرآن میخونن و این چیزا، ولی بلد نیستن، چون ما توی مدرسه به زور به ما قرآنینا یاد میدادن، نماز این چیزا. و من از نماز یه تیکه فقط اون قل هو الله و احد این چیزاشو مثلا همینجور بلد بودم اینا. بعد صدام هم یه خورده خوبه برای خوانندگی اینا. به اینا گفتم بیاد من براتون قرآن میخونم و فلان. همین سوره نمیدونم قل هو الله و احد اینا چیز بود، با صوت برای اینا میخونم، انگار مثلا کنسرت شجریان بود برای اینا. رفتن کنسرت اینا، خیلی لذت بردن و خیلی با ما دوست شدن این چیزا. ما قرار بود 2 روز در واقع اونجا بمونیم، ولی متاسفانه نزدیک 10-12 روز ما اونجا گیر کردیم که اینم هی میرفت برای ما پوتیبور و این چیزا میگیره با کوکاکولا و بعض وقتا مثلا یعنی اوضاع مناسب نبود که اونجا بیاین؟ نه، اون قاچاقچی اصلی که از شیراز باش قرارداد بسته بودیم، اونم افغانی بود اینا، اونو گرفته بودن لب مرز. بعد اونو پس داده بودن به افغانستان، بعد مجبور بود از افغانستان بیاد اونجا. بعد اونجایی که ما بودیم مرز
یه جایی بود که حالت مثلث ایران، پاکستان، افغانستان بود. یعنی مال هیچ کس نبود، مال هیچ کدوم از این کشوره نبود. یعنی اینجوری که من متوجه شدم اینا. بعد که این آخر کار فهمیدم که خونه مهمات، چی میگن، انبار مهمات چی هست، مثلا همین نه قاچاقچی ها، مال همین گروه مسلحی که اینا بودن. اصلا اینا مال یه گروهی بودن، حالا یا طالبان بودن یا چیز دیگه نمیدونم متوجه، ولی یه گروهی بودن که انبار مهماتشون اونجا بود. چون یه اتاقی بود همیشه قفل بود، همیشه مواظب بودن که ما نریم نزدیکش. نه که یه بار باز کردن اینا، من دیدم پر اسلحه و مهمات این چیزا که فهمیدم که جای خطرناکی هستیم. خلاصه بعد این 10-12 روز این قاچاقچی که ما توی شیراز دیده بودیمش یک بار اینا، و کارمند پدر اون دوستم که از همون جوانتر بود، کارمند اون بود اینا. آقا انگار ما مثلا خانواده‌مون دیدیم اینا، پریدیم تو بغل این طرف و ماچ و بوسه و اینا، که انگار مثلا حالا آزادیمون رو این امضا کرد اینجا. گواره منو گرفتن اینا، جریانشو توضیح داد. بعد دیگه اوشون ما رو سپورت دست یه قاچاقچی دیگه اونجا و دیگه رفتیم به طرف کویت اولین شهر چیز هست، پاکستان هست، شهر مرزی. بعد تا برسیم کویت ما رو 2-3 تا مثلا قاچاقچی هی دست به دست کردن اینا، که خب یه جا بود یه شب اول تاریک بود، ما رو بردن توی یه قلعه‌ای که درش اندازه مثلا 0.5 متر بود از بریم تو. قلعه بزرگ ولی دری که ما باید وارد می شدیم 0.5 متر بود، یعنی باید دولا می شدیم می رفتیم تو، که نگو که آغل گوسفند اینا بود، اینا مال مثلا محلی ها و اینا. ولی خب اونایی هم که مثلا چیز داشتن، گوسفندا رو چیز نگه می داشتن، خودشون هم از اینجا می رفتن تو اتاق داشتن اونجا، که دیگه ما هم مثلا مجبور شدیم مثلا 1-2 شب مثلا تو این مثلا همچین اتاقایی باشیم اینا، که خب غذا باز همون دال بهمون میدادن با مثلا آب و اینا، که اصلا تصفیه نبود، اصلا انتظارم نداشتیم اینا. بعد دیگه تا اینکه ما رو رسوندن یه خونه‌ای بود، خونه خانشون مثل اینکه بود، که این مثل اینکه قاچاقچی فاینال ما بود که به کویت ما رو برسونه. این قاچاقچی توی هر محل یه زن داشت تو هر محلی. بعد ما رو در واقع 3-4 روز طول کشید که برسونه کویت، از اونجایی که ما رو به هر محلی میرسید مجبور یه سر ببره خانواده. بعد ما فکر کردیم این جزوی از پلنه، ولی این جزوی از کار خودش بود که بعد توی محلها استاپ می‌کرد شب. بعد خیلی خوب پذیرایی می‌کردن ازمون، مثلا غذاهای مثلا برنج مثلا باسماتی درجه 1 و نمیدونم گوشت مثلا خوشمزه و این چیزا هر جا می رفتیم. بعد دیگه اینم مثلا پول میداد و مشخص بود مثلا با مثلا زناشون بود. بعد دیگه خلاصه تا رسیدیم یه محله‌ای بود که گفت برید سوار چیز بشید، همون تاکسی باری که داشت، مثلا همون نیسان باری که داشت، گفت شما بشینید کف بار. 7-8 تا زن و دختر اینا نشستن روی اون مثلا بغل چیزی، حالت صندلیای مثل بنچ مثلا درست کرده بودن با میله و اینا که بشینن رو اون. بعد گفت شما بشینید وسط، اینا بشید، چون این منطقه مثلا خیلی خطرناکه و پلیس مثلا اگه ببینه براتون میگردن. خب ما هم ترسیده بودیم یه مقدار اینا. یهو یکی از این زنا یه پتو از این میگفتن پتوی پلنگی بود یا مثلا کلفت بود زمستونا مثلا، یکی از این پتوهای پلنگی ها رو گفت بخوابید انداخت روی ما 3 تا. بعد تمام این زنان خب خیلی هم چاق بودن خدایش، تمامشون پاهاشون و همه زورشون گذاشتن توی گوشه این چیز پتوه. من اونجا بود که فهمیدم که اصلا من از جای تنگ و این چیز اصلا نمیتونم نفس بکشم، یعنی تا اون موقع اکسپریانس نداشتم، تجربه نداشتم. هرچی به اینا میگفتم نمیتونم نفس بکشم، اینا تو اون گرما این پتوه رو انداختن، اینا هم با تمام وزنشون روی پتوه که نمیتونستیم بزنیم کنار. خلاصه با هر زوری هر جوری بود یه گوشه پتو رو مثلا باز کردم بتونم نفس بکشم. در حدود 20 دقیقه ما رو اونجوری بسلا
نگه داشتن اینا که از ما ندیدیم از چه محلی بود از اون محله رد کنن و خلاصه ما رو رسوندن کویت. اونجا گفتن شما دیگه تحویل یکی دیگه باید بدیم و گفتن ما شما رو ببریم این یه موتل بود، یه هتل، مثلا هتلای اونجا که میدونی خیلی مثلا کوچولو موچولو، هر جا رفتیم ما رو قبول نکردن، گفتن اینا ایرانی ان، ای پلیس بیاد مثلا ما رو جریمه میکنن این چیزا. تا اینکه یه هتلی مثلا گفت اوکی من قبول میکنم ولی باید برن تو اتاق بیرون نیان تا مثلا چیز باشه اون نفر بعدیتون بیاد. خلاصه دیگه ما رفتیم یه دوش گرفتیم و مثلا تمیز کردیم خودمون این چیزا، لباسامون رو شستیم اینا دیگه. اون طرف بعدی اومد دیگه ما رو رسون به کراچی. تا اینکه رسیدیم کراچی دیگه قراردادمون با اینا تموم شده بود و بعد یه بقالی بود اونجا ما رو رسوندن اون بقالیه. یه تلفن زدیم به شیراز که ما رسیدیم و صحیح سالمیم اینجا و داریم میریم یه پانسیون هست مال ایرانی هست اینجا که بچه‌ای که مثل ما دارن میان میرن اونجا، به خاطر که هتل اینا خب نمیشناختیم اصلا، هنوز پناهندگی اعلام نکردیم، غیر قانونی بود اونجا بودیم اینا، بریم اونجا که از اونا کمک بگیریم که بریم پناهندگی بگیریم، بریم مثلا UN جای اینا. خلاصه دیگه رفتیم اون پانسیون هم دیدم تقریبا 10-15 تا جوانایی مثل خودمون اونجا بودن که بعضیا پولاشون تموم کرده بودن نمیتونستن برن، مجبور بودن اونجا تو اون پانسیون کار کنن، غذا درست کنن یا مثلا تمیزکاری بکنن، جارینا بکنن یا اینکه برن خرید یخچال این چیزا. خلاصه ما مجبور شدیم یک ماه تقریبا 1 ماه خورده‌ای توی اون کراچی بمونیم که حالا دیگه نمیدونم چقدر میتونم باز از اینجا ادامه بدم اینا که پاس یکی از داداشامو مثلا فرستادم برای من که عکسشو عوض بکنم چون پاس نداشتم دیگه. عکسشو عوض کردن، عکس من زدن و یه مور ورود پاکستان هم زدیم توی اون پاس ایرانی بود، زدیم که مثلا ما با هواپیما اومدیم توی پاکستان اینا. بعد برای مهر ورود در واقع من بایستی میرفتم لاهور، از کراچی میرفتم لاهور. بعد حتی بلیط هواپیما هم گرفته بودم برام که مثلا از کراچی برم مثلا دهلی نو. بعد اون پلیس، اون که شخصی که توی لاهور بود، خانمش پدر خانمش رئیس پلیس مخفی لاهور بود، یعنی خیلی کله گنده بود و این چیزا. بعد که به ما گفتن که برو پیش این طرف و اون مور ورود رو برات میزنه و اینا، 500 نمیدونم روپی یا چه، آره روپی هم مثلا میشه و اینا، که خب اون موقع زیاد بود ولی الان خب خیلی چیز کرد اینا. بعد گفتیم اوکی. یکی از دوستان بود که توی همون پانسیون آشنا شده بودم، اسم شهرام بود، یه خورده توپل مپل بود و هیکلدار بود اینا، چون 1-2 سال تو پاکستان بود اینا، یه خورده اردو بلد بود، یه خورده انگلیسی بلد بود اینا. ترجیح دادم با اون من برم لاهور. بلیط هواپیما گرفتیم، با هواپیما رفتیم لاهور. بعد از پلای هواپیما که اومدیم پایین رفتیم توی اون قسمتی که مثلا بار رو تحویل میگیری اینا، خیلی فرودگاه کوچیکی بود. اومدیم بیرون، یهو این شهرام یکی از دوستاش دید که قبلا تو اون پانسیونه بود، سوار ریکشا شده بود اینا، مثل اینکه راننده ریکشا بود اینا. یهو سلام علیک گرم کردن. ما هم که از خدا می‌خواستیم یه آشنا پیدا کنیم مثلا دوست باشه و اینا، ما هم خوشحال شدیم اینا. من هتل شریتون هتل رو بوک کرده بودم آردی و قرارم گذاشته بودم که روز بعد من برم اون همون آقایی که قرار بود مهر بزنه توی پاسپورتم و تو اون هتل ببینیم. بعد این دوستم گفتش که بریم خونه ما مثلا یه چایی بخوریم بعد من میرسونمتون هتل اینا. خب اصلا من فکر نمی کردم مثلا بیای توی یک شهری یا یه صورت آشنا، یه آدم آشنایی رو که ببینی یهو چه نقشه های شومی تو کلشون هست، متوجهی؟